شکنجه نکن بابا، چه شکنجه نکن. خیر است. بیش از دقیقه تشکر بچه، دو نزن. یک بریان که مورد پیدا کنیم. خیر است. زیران خود इसका जो भी चैनल है इसका नाम भी जो भी है उसका सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो भी करना है. سلام از جای دل، امیدوار هستم در هر کنج دنیا هستین لباس عافیت در تن داشته باشیم. از جای دل اینجا بازار کته سنگی هست. آمدیم از هموطن ما دید و بازدید کنیم، ببینیم از زبان خودش بشنویم که خنده در لبایتان جاری کنیم. حالا میبینیم که کدام هموطن ما، ولی هم ببینیم که چی گفتنیایی داشته باشیم، امروزشان صحبت میکنیم انشالله. میریم به طرف. سلام لالا، خوب هستین؟ شکر خوب هستی. چه حال دارین؟ شکر الحمدلله. تو خوب هستی؟ صحت چطور است؟ شکر الحمدلله. بخیر هستین؟ شکر الحمدلله. نامتون چیست؟ از کدام ولایت؟ اجازه بده اول ما گپ بگم. اجازه میدی؟ اجازه میدم. نامتون چیست؟ از کدام ولایت هستین؟ نام ایواز است، از ننگرهار هستم. ایواز. از کجا است؟ قندوز؟ جلال آباد. جلال آباد. جلال آباد از سخروت هستی، از لغمان هستی، از کدام سمتش؟ اخوانزاده صاحب. آخوندزاده صاحب. از بین کمدین که دو دانه است، یکیش به نام هنرمند محبوب ما ابراهیم عابد است، یکی شیره است. کدامش زیاد دوست داری؟ ابراهیم عابد. ابراهیم عابد زیاد خوش داری؟ شیره جان، ما معذرت میخوام شما دل تا بد نکنیم، ما شما رو دوست دارم. خب تشکر میکنم. چی کاربار است اینجا؟ می سفروشی است. ساعت فروشی. از این چیزا خدا نمیکنی؟ کمر درد میکنه، پای درد میکنه، سر درد میکنه، گوشه از اون نیست؟ نه قربانت. خیلی برای ما یکی از خاطرهای برای ما قصه از خاطرهای جالبته. خاطره خودم دارم. خاطره ندارم. هیچ خاطره ندارم. هیچ عاشق نشدی؟ نه عاشقی نکردیم. عاشق نکردی؟ نه عاشقی نکردیم. عاشقی نکردی؟ نه نکردیم. چرا نکردی عاشقی؟ بس نکردیم دیگه. حال مقبول هستی؟ چی گپ است؟ عاشقی کردیم مادر پدر خو. کردیم که مادر پدر خو. عاشقی کردیم. مادر پدر خو دوست دارم. غیر پدر مادر کی رو خوش داری؟ ها؟ کی خود دارم؟ مادر خو پدر خو. تشکر. میشه برای ما یکی از خاطرات یا قصه کو؟ خاطرات شیرین دارم. جالب ندارم. ما منتظریم. خوب باشه. گپ خلاص شد؟ بیخی؟ بیخی. خب برای ما از تای دل خنده کو. مردم بخی والا. چرا دوست چرا من جمع؟ محیط کردن. خدا فکر نکنه. تو خنده کن. نه اینو بیادری میگم. خیلی یک گریان که مورد پیدا کنیم. خیر. زیران خود وقت گیران نیست گیرم. نه تو خود گیران نداری، ما گیران خنده کو دیگه. خنده خود است ما. یکی دیگه من تو بلند خلاص. والله این خنده قرضاری رو بود. تشکر. من میفهمم امروز شوخی کردم. هدف ما ایست برادر که خنده در لبای مردم باشه. دیگه کدام هدف نیست. در بغل آغوش با خیر باشید. چه خدمت براتون. تشکر جناب. بسیار خوش شدم. تشکر. از دل از چینل هرات، پامیر، کابل کته سنگی هست با ما باشید. سلام. نه بیا گناه. با خب سلام. چه داری بخیر؟ سلامت. چیکار فرض؟ از کدام ولایت هستی؟ از ولایت زیرک. زیرک جاغوری است؟ من فهمیدم که جاغوری است. آره چون در ایران رفتی که میگه آره؟ آره همزی طرفم. لازم میتونی قدیما سم جاغوری گپ ده. او کجا مری؟ او وش کده سخی؟ او ما کیم؟ نامشون دقیق خبر نیم. او وش کده چره ماشنا؟ آشناست دادن. سم گپ بزن. اولی در ایران چقدر بودی؟ 1 سال. ما از ما خاطر دیدم فامیلی گفتی آره. خب از ولسوالی جاغوری کدام قریش هستی؟ از قریه زیرک. زیرک در قسمت چی سنگ ماشه یا طرف کجوره؟ سنگ ماشه نه؟ سنگ ماشه مرکز جاغوری است؟
نه جاغوری در کل یک ولایت دیگه. ولایت نیست بچم. این ما کاکایت هستم جاغوری ولایت نیست. جاغوری ولسوالی هست. قند کاکا. چرا ولایت گفتی؟ همون تا دیگه ما چون این زیاد نبودی؟ زیاد نبودم اینجا. پیدا شدید کجاست؟ کجا بزرگ شدی؟ پاکستان. آها پاکستان. اردو بلد هستی؟ اردو یک بیا. بار در اردو بگو که چینل هرات پامیر چی کنه سبسکرایب در اردو بگو. इसका जो भी चैनल है इसका नाम भी जो भी है उसका सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो जो भी करना है करो. تشکر. برادر ما از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری هست. تشکر میکنیم. یک جهان بخیر باشین. قربان اخلاقتان. سلام برادر عزیز، انشالله که خوب باشین. سلام درود بر شما. خوب است برادر؟ چی حال دارین؟ لاله قند خود معرفی کنین. نامتون چی هست؟ از کدام ولایت هستین؟ نام زکیز از ولایت کابل. کابل جان. کابل جان. پیدا شدید در شهر کابل و کدام قریش بودید؟ کدام قلاش؟ چهارقلای چردی. به نزدیکای خود ماست. از حوزه شش تر بعد دیگه خود چهارقلای چردی میشه تا دالمان برید تا سمتش کلش چهارقلای چردی میشه. چند سالت است؟ از ما 23. 23 سال است. اینجا کدام دکان داری؟ چی کار دکان کنی؟ داریم اینجا. در پروژه دکان پلاستیک. به چینی این همین چیزا رو داره. این پلاستیکا رو از تیمورشاهی میارین اینجا میفروشین؟ نمیاریم، از ایران میاریم. یا ایرانی است جنسش؟ کلش ایرانی. ابو سبده که من میبینم ایرانی است او؟ نه وطنی. او وطنی است. والا وطنی را از چی میارین؟ از تیمورشاهی. این تو نگو که سخی جای بلد نیست. یعنی دید بلد نیست. بلد نیست. تیمورشاهی میرین دو تکاویش از اون میگیرین چون یا مال وطنی است. حتی اگر میخوای که نام رئیس شرکت برات بگم که بخیر ایران بانه. نامش چی است؟ این اگر میخوای که نه من میخوایم. میخوایم. نامش چی است؟ یکی سردار است. سردار. از موی چنگی اردوش دو بیادر است. در بالا میره. تشکر. خدا یارت بخیر. دوست عزیز برادر ما البته شکنجنگی مکن بابا، چه شکنجنگی مکن. خیر است در کانتور رفتم. سلام درود بر شما. سلام. این پیش دیگ بخار است برادر. فکر کردم که چی گپ است. چی حال نالا؟ خوب هستی دیگر. نام چیست؟ شکرالله. کجا می در جیب ما در آمدی؟ ما گفتم گازی رفت. شکرالله. از کدام ولایت هستی؟ ولسوالی. ولایت گفتم ولایت. ولایت لوگار ولسوالی محمد آقا. افغانستان چند ولایت داره؟ افغانستان یار 35. چون اینجا به خاطر نسل جوان زدن اضافه کرده که نمیفهم در کجا هست. خب لالقا یک برای ما یک شعر یگان ترانه یگان برای ما بگوی که دوستا شاد شد. یار ما ترانه رو یاد ندارم. یک آهنگ بخون شد. هیچ یاد ندارم. بخون لالا جان قربانت. مگر رسم دنیا در همین است آنکه آمد رفته نیست. بعد رفتن آمد کش بر زبان ها مانده نیست. تا توانی خلق را از خود مرنجان با سخن آنکه بالاتر نشیند آخرش افتادگی. دل مدن بر مال دنیا بی وفاست. در قی زرم بپوشی سیم ظرف نابرده ای. دیگه بگو. چک داره؟ نه نداره. داره چک داره. طبعا وقتش بچه بسیار همیت با استعداد هستی. عاشق چی هستی؟ عاشق شدی؟ عاشق خدا هستی. بشک عاشق آفرین چند نوع چیز. باز عاشق مادر هستی، باز از پدر هستی. دیگه باز از زندگی خود هستی. نرسیده دیگه چی؟ دیگه چیز؟ عاشق زندگی خود. عاشق زن خود. اما تو میگی که بیاب نشه نه؟ من نمیگم برو من خبر دارم. زن اگر نامزاد هستم. موفق باشی انشالله که در پایم دیگر پیر شوین. جوان هستیم دعا میکنم از دست ما فقط دعا با. امروز شما جوانای خداوند پاک. من کاکاسم جوان نیستم. نه ما جوان فکرت کردم. قربان خودش بشتم تو معلوم باشه. ریش از ذریعه فهمید. تشکر باشه داو نزن. قربانتان. به چه بازاری است دوستا اینجا البته از چینل هرات پامیر است. ببینید که ما در شهر کابل به خاطر که تمام جزئیات برای تشریح کنم میریم امروز یکان شخص پیدا کنیم که مثل خودم سلام درود بیاین تعقیب کنه. بیا لالا جان. سلام برادر عزیز. چی حال داری بیادر؟ خوب هستی؟ سلام. علیکم سلام گفت. بیادر خوب هستی؟ چرا لالا قار است؟ ما آمدیم مهمان هستم. خوب هستی؟ نام چی است؟ مهمان ما باش. چی گفت؟ نامت لالا؟ نام میمل است. میمل جان. جان از کدام ولایت هستین؟ از ولایت کاپیسا. کاپیسا. چطور است کاربارتان میمل جان؟
الحمدلله شکر روزگار کار مشتری شکر میاین خرید فروش میکنن؟ نصیب قسمت ما باشه میاین ما کاکا سخیت هستم، شاید بشناسی. کم کم در می‌شناسم. رسانه ما کار کردیم یا کم یا زیاد، مقصد شناختن شاید دیده باشی. کم کم میشه ایمال جان چقدر کرایه میتین؟ کاربار ترموز از میبینم که چیزای چینی هست. ایتو در کارتان زیاد است کم است؟ کار خوب است ولی کم هم از زیاد هم از مقداره که چیزی که نصیب باشه خب نسبت به کاروبار کرایش زیاد است نه؟ دمی دکان کرایه چند است؟ کرایش 20000 دامی نقا خورترک 20000؟ 20000 روپه کرایش است، غیر از اینکه مالیش است، مالیه صنفیش است دیگه، مالیه جایگاهش گپایش هم بر سر. ایمال جان زیادتر کیا می از شما خرید میکنه؟ از خود مردم کابل از ولایت ها می؟ خب دیگه بستگی و کسی داره که کسی که ضرورت داشته باشه میاد خود دیگه خریداری. اور هر که ضرورت داشته باشه. بعضی کسایی میاد دیگه که چیزی که ضرورت داشته باشه، مثلا پیاله شکستگی باشه تا که مردم مجبور نباشه دیگه رقم مردم نمیخره. غیر راست میگی. زیادتر فروشتون چی است؟ امی حساب ترموز زیاد فروش میکنین یا زمستان از پیاله است، ترموز است، آبگرمی است، چایبر است، چایبرای. ایمال جان درس هم خوندی؟ درس کم. در کجا تحصیل کردین؟ در پلخمری. چطور در نظر درس خلاص کردین دیگه کارا چی نشد براتون؟ مساعد نشد کارایی که مثلا راحت باشین یا غیر دکانداری؟ خود دیگه چی بگویم او روزگار که خراب باشه هیچ کار نمیشه. نه خیلی خوب، شکر خوب است دیگه، از خودتون است مال جنجا از مالش از خود ما است الحمدلله شکر. خب مگر خرس است چی رقم؟ نصفش از خود ماست، باز زمینه مساعد نشد، کسی نبود کارگر و دیگه پا هست از ما. ایمال جان تشکری میکنم، یک جهان از خودت. سلام علیکم، سلام درود بر شما. مهمان هستیم، آمدیم پیشتان، قربان اخلاقتان. السلام علیکم دوستای عزیز. ببین چقدر فرق میکنه وقتی که من آمدم محترم از جای خود بلند شد، بعضی جا برخوردش خود میبینین امروز زود دکاندار چی رقم، امروز ما متقر بود. ولی دوستی ما میشه نامتون چیست؟ از کدام ولایت هستین؟ زنده باش مولا سخی عزیز، نام ما الیاس است، از ولایت غزنی میباشم. خوشبختانه خودم هم از ولایت غزنی هستم. از شهر غزنی هستی؟ از بقاول هستی؟ از خوشملی هستی؟ از مرکز هستم، قریه اصفهانی است. بله ولایت غزنی هست. ما غزنی چی خوش انشالله ما میگم شاید در کابل دنیا آمده باشی یا در غزنی به دنیا آمدیم. تقریبا 15 سال میشه کابل هستیم. یک لفظ غزنی چی رو من بسیار خوش دارم. کدام لفظه؟ گپ که میزنه سگ ما اینجا این یک رقم بیرک جان کجا آمدی؟ کجا آمده؟ کجا آمده؟ اون سخی آمده اینا؟ غلام سخی آمده. بسیار من خوش هستم که یک لفظ برادرای غزنی که اونا علاقمند ما و شما هستن. چطور از کار و بار اینجا فقط ترموز میبینم؟ ترموز، شیشه، پشت ترموز اینمی کار هستن. کسب ما اینم ترموز سازی هست. شکر از خدا. ترموز سازی خودتون هم جور میکنید؟ نه خودم جور نمیکنم. وقتی که ترموز شش مشکنه باز ما شیشه میاریم، باز شش تبدیل میکنم. وقتی پوشایش هم میدم میشه، ما پوشایش مثلا سرپوش میدم میشه رو جور میکنیم. بیخی ولی عالی، بسیار درست. اینایی که میبینه شیشهش از خودتون جور میکنید؟ نه در حساب ترموز. ما هدفم ترموز است. ترموز شیشهش میدم میشه؟ بله آقا میدم میشه. جور کردن میشه. بسیار عالی است. چطور از کار بارتان؟ شکر است، خوب است. شکر است، ناشکری نمیکنم.
خوب است خدا را شکر است. این دوستای دکاندارا که دور بغلتون هست یا اگون ترمز میره که شیشه بله بله همکاری میکنن. غذا دکان اول که است پرسان میکنه شیشه داری باز اینجا برای ما معرفیش میکنه که بله این دکان است شیشه، چون دکان مداخل است مشتری ها نمیبینه تیر که میشن. چقدر دیر میشه محترم که یعنی بازار جور شد؟ من خود سابق ندیده بودم این رقم. این مارکت بسیار کم بود. مارکت تازه جور شده تقریبا من 3 ماه میشه که اینجا اومدیم. 3 ماه تاسیس هم مارکت میشه. همین قدر جای چقدر کرایه میگیره شما؟ امیر 4000 افغانی ما کرایه میگیره فعلا. نام خود همین قسمت 4000 چقدر پیشکاری هم میگیره پیش یک ساله؟ پیشکاری هست پیش ما نگرفتن هم 4000 کرایه میتیم. البته برای فعلا گفتن که ما کرایه رو بالا میبره. از 4000 هم بالا؟ از 4000 هم بالا میبرن. یعنی در نظر کاربر خوب شده که گپ بزنه؟ نه خیر کاربر بسیار خراب است. وضعیت مردم بسیار خراب است. مردم ترمز شیشه میشکنه با بسیار روزگاری میگه ندارم تو است یک شیشه ارزان میخواد. وضعیت اقتصادی مردم در کل ضعیف شده. بله محترم، من که میبینم اینجا چقدر جای لوکس است، چقدر جایی هست که واقعا آدم لذت میبره. ولی گپ خودتان وقتی که یک نفر غریب است می پیش ما چقدر عذر زاری میکنه که آدم شیشه هیچ باور آدم نمیشه. در شرایط راست میگم. کدام پیام اگر داشته باشین با مردم؟ والا پیام مینمی است که صبر کنن، جز صبر به دربار خدا دیگه مردم افغانستان هیچ چاره‌ای نداره. صبر کنن تا خدا لطف و مهربانی کنه که وطن از این حالت بره دیگه. از این کلانا از بزرگا فکر نکنم بتونن که وطن از این مشکلات از این بحران بکشه. تشکر جهان سپاس. یک جهان تشکری میکنم از شما. بخیر باشین. قربان اخلاقتان. تشکر سید. دوستای عزیز ببین که چی جاهای براتون معرفی کردیم. اینجا کوته سنگی است، مارکت نو جور شده. 3 ماه میشه که مارکت جور شده. پیش بعضی دوستا رفتیم دید و بازی کردیم. بعضیشان که اون میرن فرار میکنن میترسن ولی پشت از کامرا صحبت میکنن هر چی که از دانش، ولی وقتی پیش کامرا میرن کلشان کم جرأت میشن. سلام و درود بر شما. علیکم السلام. برادر عزیز نامتون چی است؟ از کدام ولایت هستین؟ نام من لطف‌الله است. از ولایت میدان وردگ هستیم. میدان وردگ همراه بیسود و برادرای بیسود نزدیک هستین دیگه؟ ولسوالی بیسود میشه. کلش ولایت چی میشه؟ میدان وردگ میشه در جمع شماست. اونجا ولسوالی میشه. بیسود شما مرکز چی است؟ ولایت میدان. میشه برای ما لطفاً بگین که کار بار چی رقم است یا از کجا میارین؟ از کدام کشور است؟ یه کشوری میشه افغانستان است. همینجا جلاباد همینجا جور میشه. افتخار است. جنس وطنی ایران است. زیادتر ایرانی است. زیادترش افغان. زیادتر مردم مشتری وطنی رو میخره یا ایرانی؟ نه ایرانی زیاد خوشه. این دیگه وطنی است؟ وطنی است. ایرانیشه برای ما نشان بده. بریم داخل ببینیم که ایرانی ها چه قسم است. افتولگم خو از چیز است؟ از وطن شد باشن. جنس ایرانی فهمیده میشن. حتی لطفاً اینم وطنی است. ایرانی است. خوب یارمینا و بالا که از چایجوش اینا از وطن است. چی که است قبل اینا از وطن هستن. دوستای عزیز برادر ما ببین اینا در نظرم وطنی شد باشه تشتا. این وطن یعنی جنس وطنی هم افتخار از نظر خود چی است؟ از خارج بریم بهتر است یا از خود وطن؟ خود وطن جور باشه. جور شو خوب است. خب باز مردم زیادتر به نام ایرانی میگیرن که مگه جنسش خوب است؟ جنسش ایران جنس خوب جور میکنه. چنده افغانی که هست میتونه چیزی معاملی جور. من خب ندیدم که یک چیز تقلبی جور کرده باشه وطن. اول نمور ما میدان نمیتونه میرم. مردم خیر است. مردم هر چی میگن. وطنی یعنی عشق است. وطنی یک وطن است. درست است؟ خب تشکری میکنم از خودت. گفتی از ولایت میدان شهر هستی. خانه تشکر از دایرکترت. همین آقای به نام کی؟ عزیزیه؟ عزیزی است. جناب عزیزی صاحب تشکری میکنیم که اینجا آمدین پیش ما اول ما گرفتین. فهمیدین؟ بله دید بازدید برای هموطن است. امروز دید بازدید هم رایتون میکنیم. بالکل که مردم ما متوجه شد که چی میکنن چی کار میکنن. خوش شدیم که تو دیدیم فهمیدی از نزدیک.
تشکر. دکان چند کرایه؟ 5000؟ 4.5. 4.5. 500 ما چی شده است پیش؟ 500. پیش کویخ نگرفتن؟ نه آها. این دکان خالی بود ما گرفتیم. ناناور نیست یا که پیشه. 2 دانه 5000 4.5 یا نه یک؟ این 4.5. برای ما گفتن میتونن که ناناور خانه شما هستین؟ نه دیگه پدرم کسی هست. پدرت هم کار میکنه؟ پدرم. او در چی کار است؟ او همین تو صرافی کار میکنه. او نام خدا صراف هم هستین؟ صراف پیسه؟ صراف پیسه. نگو کنار. نه اینو تو تبادله میکنه. درست است. تشکری میکنیم. یک جهان از خودت. تشکر. بخیر باشی. دوستای عزیز، قربان اخلاقتان که تا این لحظه همراه ما بودین، جهان سپاس. این بود برنامه ما که بازم قسمت بعدیش که باز در خدمت تمام هموطنا هستیم. شما را به خداوند یکتا می سپاریم تا برنامه بعدی. خداحافظ.